گفتگو خواهم کرد با سرکار خانم عالمه خسروی، رئیس اداره امور بانوان سازمان منطقه آزاد کیش. خیلی خوش آمدید خانم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. به شما هم خوش آمد عرض می‌کنم به جزیره زیبای کیش و نمایشگاه اینوکس. در خدمتتون هستم. زنده باشید. میخوام در مورد حوزه کسب و کارهای خرد و خانگی بانوان در جزیره کیش چه اقداماتی از سوی مدیریت شما انجام گرفته و الان در چه وضعیتی قرار داره؟ من در ابتدای امر خدمتتون عرض کنم که خوشبختانه زنان ما نشون دادند که در کل ایران و به ویژه در جزیره زیبای کیش هر زمانی که یک فرصت‌های یکسانی برای این بانوان و آقایان فراهم میشه، همیشه تونستن خیلی خوب خودشون رو نشون بدن و الحمدلله در جزیره زیبای کیش هم بانوانمون در یک مسیر پرشتابی از نقش‌آفرینی‌های روزافزون زنانه قرار دارن و ما بیش از تقریباً 20% از جمعیت بانوان جزیره کیش رو داریم که در حوزه مشاغل خرد و خانگی، فقط مشاغل خرد و خانگی در جزیره کیش مشغول به فعالیت هستند که این 20% جمعیت بانوان ما در حدود 500 نفر از بانوان جزیره زیبای کیش رو در بر می‌گیره. خب الحمدلله این بانوان علاوه بر این که تونستن توانمندی‌های خودشون رو به منصه ظهور بذارن، تونستن در بخش گردشگری و بومگردی جزیره هم تاثیرگذار باشن و در این بخش هم ایفای نقش بکنن. اداره امور بانوان هم به جهت اینکه بتونه یک شرایط مساعدی رو برای رشد سریع و اصولی این کسب و کارها و صحیحشون در یک مسیر درست فراهم بنماید، ما تلاش کردیم که بتونیم یک خانه شتاب دهنده کسب و کار بانوان رو در جزیره زیبای کیش راه اندازی بکنیم و در قالب این خانه شتاب دهنده بتونیم آنچه رو که این بانوان نیاز دارن در مسیر توسعه و رونق کسب و کارهاشون در جزیره کیش براشون فراهم بکنیم. این خانه شتاب دهنده شامل چند بخشه. بخش ورود اعضا هست که همه این بانوان میتونن در این خانه شتاب دهنده در قالب یک پلتفرمی طراحی شده وارد بشن و محصولاتشون رو معرفی بکنن، قیمت گذاری بکنن و به بازار آنلاین ما متصل بشن برای فروش محصولاتشون. یک بخش در واقع بازارچه فیزیکی هم داریم که باز در ذیل این خانه شتاب دهنده قرار میگیره و با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش فضایی فراهم شده به عنوان یک بازار دائمی ارائه محصولات دستساز بانوان جزیره برای ارائه محصولاتشون در ورودی اسکله بزرگ تفریحی کیش که این محصولات رو که در واقع عمده ترین شاید مسئله این بانوان هم فروش محصولاتشون هست، از این طریق به نمایش بگذارن و به فروش برسونن. یک بخش دیگه که باز در این خانه شتاب دهنده دیده شده بخش مدرسه کسب و کار بانوان هست در ذیل این خانه که ما هر کدوم از بانوانی رو که ثبت نام کردن و در این خانه عضو هستن، منتورهای ما و کوچ‌های ما تمام کسب و کارهای این عزیزان رو بررسی میکنن، نقاط ضعف و قوتش رو احصا میکنن و بر اساس اون آموزش‌هایی که مورد نیازشون هست رو ما پیش‌بینی میکنیم با حضور اساتید هم منطقه‌ای و هم ملی. آموزش‌های لازم رو به این عزیزان میدیم برای اینکه بتونن کاملا توانمند بشن و محصولاتشون رو با نیاز بازار و سلیقه مخاطبانشون همسان و همسوسازی بکنن. خب این اتفاق باعث شده که خیلی کمک بکنه به این عزیزان که بتونن یک رشد خوبی رو در مسیر توسعه کسب و کارهاشون داشته باشن. ضمن اینکه یک بخش حمایت و پشتیبانی هم داریم ما در این خانه شتاب دهنده که علاوه بر این که مشاوره های شغلی لازم رو به این عزیزان میده، علاوه بر آموزش ها تلاش کردیم با تفاهم نامه هایی که با ارگان هایی که ارائه دهنده تسهیلات هستند به مشاغل خرد و خانگی بتونیم تفاهم نامه هایی رو امضا کنیم و با ارائه تسهیلات به این عزیزان کمکشون کنیم که بتونن مشاغلشون رو گسترش بدن. خیلی متشکرم. سلامت باشید. ممنون که در این گفتگو شرکت کردید. خیلی ممنونم از شما که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید. خیلی متشکرم.